حربی حوزه جنوبی روسیه در شهر رستوف لب دون روز 29 یونی سال 2022 زاده تاجیکستان فیضلی حلیمخانوف را با جرم مبلغ گذاری سازمان تروریستی در روسیه ممنوع دولت اسلامی یا داعش به 9 سال زندان محکوم کرد. در این باره لنترو با تکیه به اطلاعیه خدمات مطبوعات دادگاه حربی حوزه جنوبی روسیه خبر داد 3 سال اول حکم خود را حلیمخانوف در محبس پوشیده ادا میکند. دادگاه او را بر اساس ماده 205 کودکس جنایتی روسیه به مساعدت به فعالیت تروریستی گناهکار شناخت. دادگاه معین کرد که حلیمخانوف وقتی که در ولگراد قرار داشت به حساب بانکی که به او یک عضو داعش داده بود 3000 روبل گذرانیده است. گفته می شود در اطلاعیه تفصیلات دیگر داده نشده است. روز 29 یون امین دادگاه حربی حوزه جنوبی روسیه یک زاده دیگر تاجیکستان خسرو سیدزاده را در آمادگی به انجام حمله تروریستی در قلمرو کشور استاوروپول گناهکار شناخت و به 15 سال و 6 ماه زندان نظامش سنگین محکوم کرده بود. معین کرده شد که سیدزاده 12 مارس سال 2021 به صف سازمان تروریستی در روسیه ممنوع دولت اسلامی پیوسته از 8 تا 11 اپریل در حدود کشور استاوروپول به نفران دیگر برای تیاری به حمله تروریستی کمک کرده است. گفته می شود در اطلاعیه دادگاه بنا به فرضیه تفتیشات و دادگاه خسرو سیدزاده جزهای لازمی برای ساختن مواد ترکنده را خریداری کرده بمب خودساخت ساخته آن را در خانه اجارش نگاه می داشت. دادگاه او را بر اساس 4 بند کودکس جنایتی روسیه اشتراک در فعالیت سازمان تروریستی، آمادگی به انجام حمله تروریستی، گردش غیر قانونی مواد ترکنده، غیر قانونی ساختن بمب گناهکار شناخته است. تفصیلات دیگر پرونده آورده نشده است. یادآور میشویم روز 18 یونی سال جاری دادگاه حربی روسیه زاده دیگر تاجیکستان تاجدین نظروف معروف به ابو اسامه النورکی که یکی از رهبران جنگجویان تاجیک در صف داعش به شمار میرفت به حبس عمرباد محکوم کرد. نظروف سال 2020 از سوریه به روسیه استرداد کرده شد. در روسیه او را در نقشه‌ریزی چندین عمل تروریستی از جمله نقشه‌ریزی حمله ها به بناهای فسب گیر او و حتی مأموریت پرزیدنت روسیه گناهکار دانستند.